اگر تو امروز پگاه روزی سالم بیدار شده باشی، تو نسبت به 1,000,000 آدمانی باقی مانده ای که تا آخر هفته زنده نمیمونند خوشبختری. اگر تو هیچ وقت جنگ را، گرسنگی را و عذاب وزنین حبس را از سر نگذرانده ای، تو نسبت به 500 میلیون انسان خوشبختری. اگر تو به مسجد یا که کلیسا به یگان خیلی ترس و هراسی حبس شوی رفته توانی، تو نسبت به 3 میلیارد اهالی روی زمین خوشبختری. اگر تو در یخدانت خوراک، در تنت لباس، در پایت پای افزار و در بالای سر بام و جایگاه برای خواب داری، تو از 75% اهالی روی زمین خوشبختری. اگر تو در بانک یا که در خانه‌ات ذخیره پولی داشته باشی، تو به 8% اهالی با همه چیز تامین شامل میشوی. روزی یک انسان عاقل و دانا گفته است همین خیل کار کن مثل آن که به تو پول لازم نیست، همین خیل رقص کن گویا که تو را هیچ کس نمیبیند، سرا مثل آن که تو را هیچ کس نمیشنود و چنین زندگی میکنی که گویا که تو در جنتی.